یه موقع من میرم تو پیج این آدمایی که ضد مذهبن، میبینم مثلا بر علیه خدا، پیامبر یا ائمه اطهار دارن حالا حرف میزنن، خندم میگیره از اینکه اطلاعات اینا چقدر پایینه. میرم یه موقعی کامنت میذارم، میبینم نمیتونه جواب بده، میاد استیکر خنده میذاره. به عنوان مثال، مثلا توی یکی از این پیجا طرف اومده میگه که آیا خداوند بی‌نیازه؟ خب مسلمونا میگن بله. اگر بی‌نیازه چرا انسان را خلق کرد؟ خیلی ساده میشه این رو پاسخ داد. من بهش میگم آیا خورشید به زمین نیاز دارد؟ میگه نه. میگم پس چرا خورشید زمین را گرم میکند؟ جوابی نداره بده. حالا یه مثال ساده تر بهش میزنم. آیا بذر فلفل تند است؟ میگه نه. آیا آب و خاک تند است؟ میگه نه. پس چرا فلفل وقتی میرسد تند میشود؟ این تندی از کجا میآید؟ اگر فلسفی بخوام باش بحث کنم اینه که تمام موجودات، تمام هستی تو علم خدا وجود داره. خداوند تدریجاً علم رو به عین تبدیل میکنه. یعنی یک موجود از علم، از قوه به فعل در میاد، مثل همون تندی که تو فلفل نیست و تدریجاً وقتی فلفل میرسه تند میشه. از کجا میاد تندی؟ به من جواب بده. جوابی نداری بدی. پس خداوند میگم از علم به عین تبدیل میکنه. موجودات تو علمش وجود دارن، تدریجاً ای به عین تبدیل میشه، موجود میشن.